مقدمه کتاب صوتی قصه های دیروز پریروزها. خواندن و دانستن تاریخ هر قوم و ملت، ملک و مملکتی از جهات مختلف حائز اهمیت بسیار بوده و برای شناخت امروز ما نیاز به شناخت مسیری است که این ماه امروز در گذشته خود طی کرده است. شبیه رودخانه‌ای که در مسیر خود از جایی که عبور کرده موادی را با خود به همراه میبرد. اگر از مسیر باغ و بستانی آمده باشد، میوه‌های باغ را که باد آنها را از درخت جدا کرده و در آب انداخته و یا گلها و سبزه‌هایی را همراه خواهد داشت و گذر رود از میان خار و خاشاک و خاک نتیجه غیر از آبی گل‌آلود و غیر زلال نخواهد داشت. درست است که تاریخ هر قوم و منطقه‌ای شامل نوع حکومت‌ها، جنگ‌ها، شکست و پیروزی‌ها، هجرت‌ها و رجعت‌ها، داد و ستدها و نوع ارتباطات داخلی و خارجی و عوامل بسیار دیگری می‌گردد. ولی طرز و طریقی که مردم یک منطقه طبق آن زندگی می‌کنند و ذهنیت و فکر و برداشتی که از مسائل دور و بر خود دارند از ستون‌های اصلی شکل‌گیری جامعه انسانی آن ملک و ملت به شمار آمده و در علم تاریخ امروز صحت یا سقم گزارشات تاریخی با طرز زندگی مردم آن زمان محک زده می شود. اگر گفته می شود قومی در بخشی از تاریخ خود دختران را زنده به گور می کردند، در حالی که در همان مقطع زمانی و مکانی حضور و وجود زنانی ادیب و هنرمند و تاثیرگذار به ثبت رسیده است و رشد جمعیت همچنان و کما فی السابق دوام و ادامه داشته است، ادعا و گزارش زنده به گور کردن دختران می تواند فقط موردی بوده و جنبه عمومی و همگانی نداشته باشد. با توجه به مقدمه فوق، برای شناختی نسبی از محیط اجتماعی ایران و تکه بسیار کوچک از پازلی که میتواند طرز زندگی، افکار و اندیشه های نسلی را به نمایش بگذارد، بر آن شدم که شرحی هرچند مختصر و بسیار سریع از روزگاری که پشت سر مانده را به یاد آورم. گزاری که بی تردید خالی از نقص نبوده و امید است در فرصتی دیگر به رفع آن نائل گردم. پیشاپیش از توجه شما قدردان و منتدار و به تمام کسانی که به نوعی همراه و همسفرم بودند، مخصوصاً مادر و فرزندان عزیزم، نهایت تشکر و سپاس را تقدیم می دارم. از میان اسمهایم گیتی را برگزیدم.